در روز 60 خشکسالی توی اوج خودش بود. برگ ها زرد شده بودن و حتی بعضی از کاکتوس ها داشتن محو می شدن و فقط یه گونه بود که تحت تاثیر خشکسالی نبود. کلونی مورچه ها و جمعیتشون 3 برابر شده بود. با ذخیره سازی دونه ها میتونستن توی خشکسالی در امان باشن. فقط کافی بود اونجا میموندن تا اتفاقای بعدی بیفته. ابرا داشتن بالای مخزن میچرخیدن چون من میخواستم یه طوفان رو شبیه سازی کنم. بارون شروع کرد به باریدن و وقتی که آب بالا اومد همه موجودات به سمت جاهای مرتفع حرکت کردند. با محو شدن طوفان همه اومدن به رودخونه تا آب بنوشن و به دلیل خوبی باید محتاط باشن. اونا تنها نیستن.